اول شما دوم ما. بابا اگه بذارم شروع کن حشمتی. عمو جون به تیغ آفتاب که نه، به تیغ همین پریجیکتورا که بالا سرت روشنه نامرده مگه لب از لب واکنم. حشمت تو خلاصه خبره با یه تکستر بیا، من عموتم. خیته عمو جواد، خیته به موت قسم، خیته یه عمری زیر سایت بودیم. حشمت حسن وزن اضافه نکن، خلاصه رو بیا. خلاصه یه مش آخوند الدنگ و 2 جین پاستا و سرهنگ و یه دلواپس و دلتنگ و 2 تا شاسی و میلنگ و یه بیل روزه و آهنگ و مذاکرات بدرنگ و توی یمن که شده جنگ و ولی فقیه چتمنگ و بگی که اومد. چرا میخی؟ این نشنفتی؟ خلاصه خبر تمام شد دیگه، پیش بنده رو بندا. از ما نه آره که بریم دواخوری، تو نمیری به متخصص، از ما تو نخش نبودیم. آره نه گاز دنده دم هتل کوپای دربند اومدید پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، عرق آب جور شد رو تخت نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم حالا به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رو رفتیم حالا به سلامتی جمع پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا آش خلی نامت ساقی شد، گفت بریم بالا، ما هم رفتیم بالا، گفت به سلامتی میتی تو نمیری به متخصص، خلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب نه، تو جیب ساعتی دامندار اومد بیرون، رفتم اومدم دم کسی نیستم خوابیده، پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مرهم بغل این نرغه فروشیه، اومدم پایین یه سر هیکل میزونه اینجوریه زد بهم افتادم تو جو، گفتم هتته، گفت افت یکی گوش تو گوشم، گفتم نامردا دوش زد اولیش قایم‌تر زد. و اکنون مشهور اخبار آقا قانونی که شما باشید چون افتادتون مرد بعد از اون کریتیک ممتاز ظریف با املکات تو ژنو بالا آورد. کدوم قضیه همون قضیه دواخوری؟ حشمت تو چه میخواد فهمده تو پولیتیکالی کنی؟ دواخوری منتفه، اگه بخوای لفظ قلم بیاد باز بگی زرخوری. بعد خالص دوستی که بزک دوزک میکنه 7 خمه 8 خمه کیه اونم میاد؟ حشمت تو خودت بیخبری، اون وقت اومدی واسه بیننده ها خبرلاغ میکنی. بابا داستانش خیلی بیخیده، اونوری ها 5-6 تایی ریختن سر طرف ریق و شهاجو در بردن. مهدی چاخان هم گزارش میده. مهدی چاخان کدوم همون؟ بابا مهدی چاخان دیگه پسر سیاتوه دم گاراژ رویا کار میکرد. بابا مهدی چاخان دیگه. همون یارو مفوه. خب حالا چی شده این گزارش میدن؟ بابا قابش رو دزدیدن چپوندنش تو تیم اختلاف. تو چرا این ریختی شدی؟ کی زدتت؟ قصهش درازه. کجا؟ هیچی با من بودم آجی نصرت جواد 500 عباس فرصت آره و اینا خیلی بودیم. کری آقامون هم بود. کریم؟ کدوم کریم؟ کری دیگه، جان کری میشناسیش؟ آره از ما نه از ما آره که بریم زرخوری. تو نمیری به موت قسم اصلا ما تو نخش نبودیم. آره نه بی ترمز دنده دم هتل کوبرگ وین اومدیم پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، زهر اتمی جور شد دور میز نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم بالا به سلامتی اکبر کوسه لوله لول شدیم، دومی رو رفتیم بالا به سلامتی 5 بلاوه 1 پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا یارو مستر نامرد ساقی شد گفت بریم بالا، مام رفتیم بالا گفت به سلامتی ترنیمات. تو نمیری به موت قسم خیلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب نه، تو جیب ساعتی دامندار اومد بیرون رفت اومد دیدم کسی نیست همه خوابیدن. پریدم بیرون هتل اومدم دم کوچه برلن بغل اون نرغه فروشی اومدم پایین دیدم یه سرکل میزونه اینجوری زد بهم افتادم تو چوب. گفتم اتته، گفت سایتای نزن یکی هوش تو هوشم. گفتم 190,000 سود. دومیش از اولیش قایم‌تر زد. دست کردم جیبم که برم و بیام چشام وا کردم دیدم مذاکرات 4 ماه دیگه تمدید شده. حالا ما به همه گفتیم زدیم، شما هم بگید زده. آره خوبیت نره. خب آره دیگه
حکم جلب توجه شما را به خبری که همکنون تو کاسه ما گذاشتن صادر میکنم. یکی دیگه از آقازاده های نظام جمهوری اسلامی کلی اسکن تیغید و حب جیمو بالا انداخت. وی که یکی از سگ و سیله های دمشیز امام و یکی از پامنقلی ها پامنبری های معظم الله علیموشو میگه. بله علیموش میباشد. قبلا شیپیش تو جیبش سقاب مینداخت، اما الان با اسکن دماغشو میگیره و در سواحل قناری شاپولی میزنه. ای یزیدشو پسر، حالا بگو چقدر تیغیده؟ در رابطه با اوضاع خریت اقتصادی همکارم یه گزارش سلفیده که با هم میستوکیمش. دایی شنفتم بعد این تحریم محریما میخوای حجره رو ول کنی بری تو فاز قدردان بندی و تذکر لسانی؟ نه دایی، قدر تو این روزگار حکمت نمیکنه، آدم باز بره دنبال کسب. کسب کجا بود دایی؟ میدونی دایی بعد انقلاب یه سلسله درست شد به نام اشکانیان، اونایی که پای منبر آخوندا رفتن و اشک ریختن. دوم سامانیان، اونایی که اختلاس کردن و سر و سامون گرفتن. سوم صفویان که ماییم همیشه تو صف نون و مرغ و برنج. بابا مملکت تریپ چین برداشته، جون تو دستمال یزدی و زامنی دست زنجون هم دیگه از چین وارد میشه. وضعیت کسب و کار درام دایی. به آقا ولی اگه درموندی یه لوتینی سیاه پول سیاه یه پاپاسی بیاره بذاره کف دستت تا جوون و جاهلی بار خودتو ببند. از ما گفتن، به ما که هرچی گفتن یه گوشمون درش و یه گوشمون دروازه تا سرمون خورد به سنگ. دیدید دست رو دلم نزد دایی، داشت 4 تا مدرک لیسانس گرفته داره ما شیشه پاک میکنه. مغز درست درمونی هم نداریم که لااقل بریم تو خط فرار مغزا. بلا روزگاری آشتی. دایی خیلی فرق کرده، روزا همون روزاست، اما روزگار دیگه ایه. آفتاب به آفتاب اگه سن و سشی نظری کنار باختی اون وقت سر پیری باز کاسه گدایی دست میگیری. توف به روی علی گدایی نسناس. بعد یه اون بریز به پاش با این هیبت باز وایسی تو صف سبد کالا. دایی بیا با هم دیگه بشینیم ترک تقی پاپر بزنیم تنگ زورگیری از این آخون مخون دبل بیب. اون که چش نداره قدم برداره. نمیخوام آخر عمری آب به آب بشه. جرخ اگه زلزلم بیاد اون از سر جانمازش پا نمیشه. خودم که دستم بنده و پام توی معامله پشگیری کرده. دایی نبینمت اینجور در مونده. گور پدر هرچی آخوند دو در بازه. گرچه ما خوابیدن در سایه این در رفاقت تا قیامت پایه این. عشق و محبت رفاقت رو بچن دایی. آخه نمیشه که تو صفحه که شمونه ها عشق و محبت گذاشت. خیالی نبند. بذار اول این آخونده رو کله کنیم. توپ میری 4 سبا دیگه سر سفره هم نون میاد هم عشق و محبت همشون با هم دیگه میاد. جون دایی دیشب پریشب سر کوچمون یک 2-3 تا بچه جوجه گردگیری داشتن. گردگیری داشتن. اکبر یک کاره گفت اینا این کاره نیستن و از کارهای عظما راضی نیستن. حشمتی اینجا استودیو اخباره یا کافه شکوفه؟ مثل این که من و تو مرجع خبری ما 2000 ادبیات داشته باش. بله داشتم میگفتم دیشب جماعت اکبر حسینا هیکلی رفتن تو راسته پاسون هولوش دکون علیموش. فرید از قشنگ عربده که آی علیموش بیا بیرون زهر سر بالا کن تا سرتت نکردم. از اون ور احمد خلول با حسین ترکه زامنی دستشون اومدن وسط که چی ردته عمرنات اگه عزت هسته رو با اشبت بسته عوض کنی. کی؟ من؟ یا خال تو چرا سوسته میاد؟ آخه عمو جواد ما تش نفهمیدیم اینا سر چی دارن همدیگه رو کاردی میخونن؟ بابا تو هم که پرتی. بابا طرف میخواد مجلس خبرگان قبول کنه از اون ور میگه بیخیل هستشیم واز اوباما برداری. این دهند اف اخبار حق نگهدارتون. اینجاست که شاعر میگه خدا حافظ تو ای سرور تو را بسپارمت دست خدا تا هفته دیگر. ناز نفسه آخریشو خوب اومدی. بیا بغل عمو جواد.